بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا محترم امروزنگی صحبتی پیش از تراویح مونده دو تا حدیث میرسانم. یکمش هر شب درباره سودای او، یکتاش درباره خانه و دیگه‌اش درباره اشیا. اسلام میگن که من باع عیبا لم یبینه لم یزل فی مقت الله ولا تزل الملائکه تلعنه. اسلام میگن که یک انسان عیبدار چیزا فروخت، نه عیبش هرس کده فروخت. هوا انسان در غضب خدا و در لعنت فرشته ها دائم می شود تا اینکه رفته همون انسان از همون عیبش با خبر کرده عذر نپرسد. کی میپرسد ازش؟ بعد مال فروختن، بعد همون چیز دادن، بس اومدگی وقتنده من دعاگنده خودش تزک بود، این خیلی نبود، دیده گریده گفتگی سخنهای میگیم کو همون فروشنده های چیزهای عیب داره. هوای انسان ها دانند که همون سوداهاشون در غضب خدا های تا همون خریدگی انسان تا راضی نشود و انسان به لعنت فرشته ها از زبان فرشته ها پروردگار لعنت بر آدم نامیده است. و از من سخن و از من حکم باید مومن آدم فقط عبادت اندیو حیات اندم معامله اندم رفتار اندم باید شکلی مومنی نماد عدالت حیات خشبه تدبیر کند، الا لعنتش دمدام میگرد. یک تا رسک ده قواتی همه چیز تغلبه، یک تا شکستگیه، یک تا نوبوبه، یک تا ویرانه، یک تا دردگیه، یک تا فتولستگیه، یک تا توستگی میوه خوشگه میتید کو دانید که تا همون انسان همون سودای شما روز نشود شما آدم نازنه، شما در لعنت فرشته ها مونده میگیرید، فی مقیت الله در غضب پروردگار مونده میگیرید. در غضب پروردگار مونده میشد، از حیاتتان از عمرتان برکه برود. این دنیا گشمالش اگر آن چیز حسابش آن روز مونست میشد، یک تا سه توستگی، یک تا درنی فقطی زمان، یک تا همون نوباب چیزا شکستگی چیزا دردگی چیزا و انسان مگذراندن کتی خدام و آن روز قیامت با چیز نازل نمیخرم. برادر خاتون دیده گرید، خاتون تلکه بینید، آنش نه خیلی نقصان شای، این نقصان دارم دوستیم چونکی نم بافل خردگیم روز باشد گرید گفته تیم توری پیشه کدا تیپش بکرس کم ولدا انت کدا وای کدا دودگی مغازن چی دونات کی ممکن این دنیا کم کا فایده میکند، لیکن همه فایدهش خوش کرده آن روز از ثوابش هوای انسان میتیاد. این چیز حکم نازنه. دویمش اینم حدیث دست فقط در خلقنده همین چیز با معنای حدیث نیو با معنای عرف عادت میگذرد. همون عرف عادت سوی با حدیث دلیلش. اسلام میگن که من باع عقر دار من غیر ضروره سلط الله على ثمنه تألیفا تلفیه. انسان از حولیش به عذر فرشد، این زمانش فرشد دگری پروردگار و انسان الملکش برکت تمناد و همون فرختگی پلشه و انسان با نیکی و نیو برای تلافت برای مصیبت پشتن و انسان با نسمه کند. کهان سالا زمین فرشی ناز نمیگفتن کو
همون ناز گفتگوشان دماغ همین حدیث بنام بودست. برای همین همون پندهایی که از کهن سالا میشنویم و یا گوجه گفتگوشان نکفته هوا چیز عمل کردن حرکت میکنیم. یک انسان فروختن به خشای خونشم، حولشم، مالشم، ملکشم. این انسانی که قرضدار شود، قرضدار آدم خونش فروخته، اجاره و برآمده، قرض دادن و انسان مجبور. اگر قطعا قرضش کلانش نمونه دیگری. که که یوم میتیم گفتگی جوش نیست. اگر انسان قرضدار شده می وقتش آمد می همت کند یک هفته دراز کتیاب ثواب میگیرد، همت نکند احوای اولش به ما حقمون نیست. دیما برای قرض دادن مال و ملک خانه در تگوانگو ماشینه هم فروختن مجبورم. حتی اینکه آدم قرضدار احسان کردش میکنه، آدم قرضدار لباس نو خریدش میکنه، چونکه این چیزها برای ضرورت خودش لیکن قرض دادن فرض بدنش با. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين.